سلام سرشار از مهر و محبت ما رو بپذیرید دوستانی عزیز و تشکر میگم به یکایک شما که صبح خود رو با شنیدن خبرهای آزادی شروع میکنید و البته با تماشای محتوای برنامه خبری و همچنین با آشنا شدن با خبرهای کوتاهی که من شهلای گلخواجه برای شما تقدیم میکنم و من 5 دقیقه شما رو میگیرم تا اینکه شما رو در جریان خبرهای مهم تاجیکستان و جهان بگذارم. خبر یکمی که میخواهم با شما مطرح کنم در رابطه با اون است که دادگاه حربی سوخت بررسی پرونده دو خادم انتظامی را انجام داده است که در شکنجه و حبس غیرقانونی عضو سابق حزب همکنون فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی گمان بر میشوند. کامل خواجه نظرف ساکن نویه 8 که سال گذشته دست به خودکشی زد پیش از مرگش کارمندان انتظامی را در شکنجه و بدرفتاری نسبتش عیبدار نمود. دادگاه بعد انجام محاکمه این پرونده که پشت درهای بسته میگذرد برای قرار نهایی به خانه مشورت رفته است. بررسی پرونده سر از ماه می در تالار دادگاه حربی سوخت و زیر مهر مخفی صورت میگیرد. حالا در کرسی های عیبداری در دادگاه یک کارمند پلیس و یک خادم امنیتی نشستند. دادگاه علیه لطیف جان یلدوشوف سابق مسئول شعبه کوفتکوی جنایی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت و محمد نعیمов کارمند پیشینی شعبه امنیت در نویه 8 بر پایه 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان عیب اعلان کرده است. با گفته منابع نزدیک به تفتیش این پرونده که نخواستند البته نامشان افشا شود، روز 18 ایون مفتش پرونده از دادگاه طلب کرد که به عیبدار شوندگان جزای حبس تعیین کند، ولی وکیلان دفاع ضمن سخنرانی نهایی خود گفتند که لطیف جان یلدوشوف و محمد نعیمов در بازداشت غیرقانونی و عذاب و شکنجه دادن کامل خواجه نظرف دست ندارند و دادگاه آنها را باید سفید کرده از تالار آزاد نماید. شورت شمس‌الدینov کارمند ریاست وزارت کارهای داخلی در سوخت که نیز در شکنجه و بازداشت غیرقانونی کامل خواجه نظرف گمانبر دانسته می شود، قبل از باز شدن پرونده فرار کرده حالا تحت جستجوی جنایی قرار گرفته است. به گفته منابع نزدیک به تحقیق این قضیه نسبت به شمس‌الدینov پرونده جداگانه باز شده است. تحقیق خودکشی کامل خواجه نظرف ساکن نویه 8 و عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را دادستانی حربی سوخت انجام داده آخر ماه می برای بررسی به دادگاه حربی فرستاد. حادثه خودکشی کامل خواجه نظرف 31 ساله که ساکن شهرک شهیدان است بعد از آن آشکار گردید که نوار پیش از خودکشی او با صدایش در شبکه‌های اجتماعی پیدا گشت. او را مقامات ملی تابستان سال 2017 همراه 15 عضو سابق حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و پس از چند آزاد کردند. خب حالا رو میاریم به روسیه که در اونجا اگر یاد دارید چند روزی پیش یک راننده قرقیزستانی چند نفر را پخش کرد و دیروز دادگاه تاگانسک مسکو انوربک چینگیز را که راننده تاکسی است برای 2 ماه حبس پیشکی محکوم نمود. این راننده 28 ساله با پخش مسافران در کنار میدان سرخ مسکو که شام 16 ایون رخ داد متهم می باشد. خود راننده به گناهش اقرار نموده گفته است که بعد از 20 ساعتی کار در سر فرمانی ماشین خوابش برده است و او به جای ترمز گاز را زیر کرده است و او همزمان از مردم زخمی که در بینشان سیاحان خارجی نیز بودند عذر پرسید. و بازم برمیگردم به تاجیکستان که در اونجا در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که در آن نصرالدین زیاداللهیف سابق امام خطیب مسجد دهه قرطاق نویه ترسونزاده در حال علاقه جنسی با زن ثبت شده است. مجری این نوار ادعا میکند که زیاداللهیف تا سال 2016 امام خطیب مسجد دهه قرطاق بود و برای چند از خلافکاری‌هایش از منصب برکنار شده بعد آن به دعاخوانی مشغول بوده است. در این نوار گفته می شود مولا نصرالدین زیاداللهیف از ابرو و نفوذ زیاد در بین مردم برخوردار بود و پس از رانده شدنش از سمت امام خطیبی به معالجه زنان بیزوری توسط دعاخوانی مشغول شده است. در این نوار صحنه علاقه جنسی زیاداللهیف با این زن که گویا مشتریش است دیده می شود. در ادامه گفته می شود که نصرالدین زیاداللهیف بسیار زنی را هم تشویق نموده بر عوض مبلغ خیریه به مجریان کاری تاجیک در خارج فتوا می داده است که بر اضافه زن و فرزندانی در وطن بودن
بودنشان میتوانند زن بگیرند و نیکوی موقتی رو برایشان جایز میخواند. در حکومت نویت ترسونزاده بر رادیو آزادی گفتند که از جای داشتن دست‌درازی نسبت زنان از سوی این روحانی خبر نداشتند و با پیدا شدن این نوار مسئله مذکور رو امروز در مجلس نویه مورد بررسی قرار میدهند. خودی نصیردین زیادلوی و یا نزدیکان و پیوندان او برای شهر چونوچرای این نوار تو زمان تهیه گزارش رادیو آزادی دسترس نبودند و معلوم نیست که این نوار از سوی مقامات و نفران علایده ثبت و تنظیم و یا پخش شده است. اما در گذشته نیخترش در سال 2015 یک زمره نوارهای امثال این در شبکه‌های تلویزیونی دولتی نشر شدند که مؤلف آن ریاست روابط جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. و رو میاریم با ازبکستان که در اونجا یک مرد ازبک تباری که شهروندی امریکا رو دارد بعد بازگشت به وطن بازداشت شد و در عضویت یک سازمان ممنوع اکستریمیستی و شرکت در جنگ افغانستان متهم شد، در حالی که مقامات از شهر این قضیه خودداری میکنند. در اظهارات خدمات به خطری دولتی ازبکستان گفته می شود که علیف بر اساس اتهامات مربوط به فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده است. در اظهارات ادعا می شود که علیف سالهای 2000 به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان شامل شده در حمله ها علیه نیروهای مسلحانه افغانستان و هم ائتلاف ناتو اشتراک کرده است. حرکت اسلامی ازبکستان یک سازمان تروریستی ارزیابی شده در ازبکستان، تاجیکستان و دیگر کشورها هم ممنوع است. علیف 46 ساله سالیان زیاد از دیدار با نزدیکانش محروم بود و بعد آنکه در مثلا در ازبکستان شوکت میرزیویف گفت که او میبخشد اونهایی که قبلا به کشورهای دیگر رفتند، او قرار کرد که به وطنش برگردد. و پیش از این علیف 25 سالی پیش ازبکستان را ترک کرده بود و در امریکا در یک شرکت تاکسی کار میکرد. علیف بر اساس دعوتنامه رسمی خویشاوندانش از ازبکستان ویزای نوروزه گرفته به این کشور آمده بود. و یک خبر دیگر، منتخب عربستان سعودی صحت و سلامت به مهمانسرای شهر رستاو لبیدان رسید. روز چهارشنبه عربستان سعودی در این شهر با منتخب اوروگوئه روبرو می شود. طبق گزارش‌های رسیده اثنای پرواز به شهر رستاو لبیدان یکی از محرک‌های این هواپیمایی که آنها سوار آن بودند آتش گرفت، ولی به قول مسئولین این شرکتی که رسیا نام دارد میگن که ضمن پرواز محرک آتش نگرفته است، بلکه سبب صدمه در این هواپیما اون بوده است که به هنگام پرواز یک پرنده به محرک آن داخل شده است. و بیننده عزیز، شما میتونید تفصیلات رو درباره بازی‌های جام جهانی فوتبال از سایت ما www.azadi.org پیدا کنید و من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخط خبرهای مهم انتظارم.